انفجار یک پیکنیک کوچک باعث یک ترک جزئی در ساختمان مسکونی شد. به نقل از منابعی که نمیتونیم اسمشون رو فاش کنیم، انفجاری بزرگ در تهران رخ داده که خسارت عظیمی بر جا گذاشته. گزارش‌های مردمی این رو گفته که بی‌کفایتی مسئولین تو این قضیه بسیار محرز بوده. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنم. به نقل از منابع آگاه، در پی انفجار هولناک گاز در تهران، 4 تن از مقامات ارشد ایرانی در حال فرار به ونزوئلا هستند. و اما بشنوید از بارش عذاب الهی در تگزاس. آمریکا غرق در سیل شد. سیل در تگزاس. به نقل از منابع آگاه ما، سیل بسیار جذابی در تگزاس در جریانه که منابع محلی اعلام کردن که مردم دارن شنا میکنن و یاد استخر و جکوزی افتادن و بسیار از این اتفاق خوشحال هستن. و یک خبر فوری، در پی وقوع سیل در تگزاس، مقامات ارشد ایرانی در حال کریدور باز کردن برای فرار به روسیه هستند. آقای خیلی بد شد که اینجوری. آقا نمیشه که هر چی میشه که ایران داره فرار میکنه که. خب بعد فرار میکنن دیگه، اینا رفتن الان. آقا تو الان 5 6 بار گفتی بعد این اتفاق نیفتاده. خب الان من از بالا با جی پی اس سرین پالت‌های دلار رو جمع کردن، هواپیما روشن دارن میرن. میگم آبرومون میره، ما خبرگزاری. نه ما مخاطبمون داریم، مخاطب آگاه داریم.